مخلصم. ویدیو دوم کاتنگپ راجع به 10 سریز برتر نتفلیکسه. دی امپرس، داستان زندگی امپرس الیزابت توی اتریش. 2 فصل خیلی راحت توی نگاه کنین. اگر دنبال سریال‌های تاریخی هستین و حال می‌کنین باهاش، خیلی سریال خفنیه. 2 من آن دی اینساید، یه آقای پیری که همسرش رو از دست داده، یه کاراگاهی که نیاز به جاسوس داره. 3 کولد کیس، داستان روبوده شدن و کشته شدن بچه‌ای به اسم جون بنت رمسی تو سالهای خیلی گذشته توی آمریکا. 4 ادوریشن راجع به یه نوجوانیه که به خاطر درس و کار از شهر کوچولوی لوکال خودش میاد توی شهر خیلی قوی و پر جمعیت و همچین مدرن. اونجا یه دیتکتیو یه کارگاهی رو پیدا میکنه که یه کیسی رو داره حل میکنه. اینا به هم دیگه آشنا میشن و خیلی احساس نزدیکی میکنه دختره با کارگاه. شماره 5 طرفدارای اکرین، فصل دومش اومد. یه انیمیشن راجع به 2 تا خواهری که به خاطر یه جنگی از هم دیگه دور افتادن و چالشایی که دارن. بچه‌هایی که مانی هایست رو دیدن میفهمم تو اصلا نگران نباشین. بار برین شماره 6 تاپ نتفلیکس رو ببینید، هلیکوپتر هایست. ببین به پاش که نمیرسه ولی اون غم فقدان مانی هایست رو برات جبران میکنه. 7 نتفلیکس امروز دکیجه. تو حالا مثلا توی کاری آماتور باشی، بعد یه پروی رو تو اون کار ببینی، حالا هر کاری، بعد دلت بخواد آقا با این پروی بشینی اصلا تو یه 2 دقیقه حرف بزنی، یه بار ببینیش، ببینی چه خبر، ما چی کار کنیم. دکیج همینه، راجبه بازیکن آماتور MMA. این بازیکن آماتور MMA درگیر میشه تو یک مبارزه خشونتباری با یکی از پروهای این داستان. زندگیش تو یه شب عوض میشه. طرفدارای کوبراکای فصل 4 اومد. 8 نتفلیکس امروز. 9 نتفلیکس به نظرت مال کجاست؟ مال آلمانه. بعد سریال دارک یه سریال داده بیرون، 8 قسمته، هر قسمتش نیم ساعته ولی خیلی خفنه. چه برای کسایی که بخوان هم انگلیسی گوش بدن و نگاش کنن خیلی حال میکنن، چه برای کسایی که میخوان زبان یاد بگیرن. دیگه نتفلیکس خداشه دیگه، بده سابتایتلش رو هر جوری میخوای ترجمه بده، عشق کن. مردر مایندفولی